در این جلسه ششمین بخش داستان پیر چنگی و در حقیقت آخرین بخششو بررسی میکنیم. امشب این داستان به پایان میرسه و جلسه بعد داستان جدیدی شروع میشه. مثل همیشه برای یادآوری چند کلمه، چند جمله عرض میکنم و بعد بحث امشب رو شروع میکنیم. پیر چنگی پیر چنگ نوازی بود در زمان عمر و بسیار صدای دلنواز داشت و آهنگ دلانگیزی با چنگ می نواخت. پیر شد صداش برعکس زشترین صداها شد و لرزش دستش هم موجب شد که نتونه درست چنگ رو بنوازه. و مولانا وقتی که اینجا میرسه میگی که تعجب نکنید و چه خوشیه که ناخوش نشه در این دنیا. ما قرار شد که پیام‌هاشو بگیریم و در ذهنمون بسپاریم. اگر داستان رو همش هم فراموش کردیم باز توی کتاب میخونیم. هیچ چیزی نیست که در دنیا پایدار بمونه. خب حالا که اینطور نیست، اگر که یک وضع خوبی داری در هر حال، مثل که این چنگ نواز صدای خوب داشت، نوازندگی خوبی با دست و انگشتانش داشت، خب این باید که نهایت فرصت رو غنیمت دونست و استفاده کرد. نمیمونه اینجور، چون هیچ چیز برقرار نیست به جای خودش، تا هست بایستی که استفاده کرد و این استفاده لذت بردن درسته و به کار بردن سالمه، در جهت سالم اخلاقی به کار ببرید. و بارها مولانا میگه که نعمت‌هایی رو که خدا به شما میده درست به کار بردنش و ازش لذت درست بردن، این خودش شکر این نعمت. شکر نعمت به زبان نیست، به اصطلاحات تشکر و اینها نیست. وقتی که شما از نعمتی دارید واقعاً استفاده خوب در جهت درست و سالم میکنید، دارید شکر میکنید. این شکر. در هر حال وضعش به قدری عوض شد که این پیری که خیلی زندگی خوبی داشت، چون هر شب در مجلسی میبردنش و مقدار زیادی در عوض چنگ نوازی بهش میپرداختن، زندگی خوبی داشت، مرفهی داشت. کارش به جای رسید که به نان شب محتاج شد. و بازم به اینجا میرسیم که همه چیز یک جور نمیمونه. نباید که فکر کنیم که همیشه این ما مثل مای حالا هستیم. ببخش و بپوش و این کارا بکن، ببخش و بنوش و بپوش و بده، همه کارا خوبه. برای دگر روز چیزی بنه. این دگر روز اون روز دیگریه که برای پیر چنگی اومد و اون چیزی ننهاده بود. همش صرف نوشیدن و پوشیدن و بخشیدن اگر بکنیم، اون وقت دیگه چیزی برای دگر روز باقی نمیمونه. کار به جایی رسید که از خونه بیرونش کردن که تو دیگه نانآور ما نمیتونی باشی. بازم پیام این هستش که اون کسانی که دور و بر آدم هستن، حتی عزیزان ما، ممکنه، نه همیشه، ممکنه در موقعیتی ما واقع بشیم که اونها اگر ظاهراً هم به روی خودشون نیارن، باطناً در دلشون دیگه اون عزت و اکرام و احترامی که برای ما قائل بودن دیگه قائل نباشن. اون وقتی که بایستی که برای خودمون چیزی داشته باشیم. خب وقتی که از خانه بیرونش کردن، جایی نداشت و چیزی نداشت. چنگی داشت، برداشت رفت به گورستان، چون خونه‌ای نداشت. که وقتی که در گورستان رفت، گفت خدایا 70 سال به من عمر دادی، یک روز منو بیروزی نگذاشتی. امروز هیچ کسبی نداشتم، از خونم بیرونم کردم. امشب برای تو می نوازم و مزد چنگ نوازیمو از تو میخوام. و این مهمترین پیامی بود که مولانا در این داستان داشت، که این با تمام وجود گفت که از تو میخوام و برای تو. برای تو خیلی معنی میده. من چنگو برای تو میزنم، بنابراین مزدشو از تو میخوام. یعنی به هیچ کس و هیچ جای دیگه من چشم امیدی و انتظاری ندارم، همش قطع. وقتی که همه این گسسته ها بشه پیوندها، اون وقتی که ارتباط برقرار میشه با اون جایی که باید بشه. ولی تا اون پیوندها هم هست،
در گوشه ذهن اون ارتباط هرگز حاصل نمیشه. برای اینکه داره میگه خب اونم که هست، اون رفیقم که هست، اون عمو و دایی هم که هست، اونم که هست، اون همشاگردی من. پس اگر این هاست خب پس برو به در خانه این. چنگ نواخت و خسته شد و به خواب رفت و چنگشو گذاشت زیر سرش، خوابید و روحش پرواز کرد رفت به عالم ارواح. عالم ارواح عالم برینه. ارواح جمع روحه. اونجا برعکس عالم ماده است، یعنی هرچی از روح اونجا، هیچ جز روح نیست. پس دیگه بالا و پایین و دیر و زود و کم و زیاد نداره، یک نواخت و یکسانه. دید عجب جاییه، چه لذت اینجا جا داره. اینجا دیگه وسایل دنیای مادی نیاز نیست. بی پا آدم اونجا راه میره، بی دست بر میداره، بی چشم میبینه، بی لب و دندان به قول مولانا شکر میخوره. هیچ نیازی به این چیزا نیست. اینا همش مال دنیای مادی وسیله ها. گفت که حالا آزاد شد، از همه چیز آزاد شدم، گشت آزاد از تن و رنج جهان. پس معلوم میشه اون چی که رنج ما در دنیا میکشیم به خاطر این تنمونه. این تنه که ما رو گرفتار میکنه. وقتی که آزاد بشه از اون تن، دیگه اون وقت از رنج دنیا آزاد شد. این رنج ها همش به دنبال خواسته های اون تنه که پیش میاد. حالا ما به جای این که اینقدر به تنمون امتیاز ندیم، برعکس تن پروریم، مثلا پرورشش هم میدیم. بنابراین هرچه بیشتر پرورشش بدیم رنجمون بیشتر. گفت چه خوب بود که من اینجا نگه می‌داشتم. اگر من اینجا نگه می‌داشتن من هیچ رنجی نداشتم. اگر اون آدم هایی که در اون دنیای خاکی هستن این راه رو میشناختن، یک کدومشون در دنیای خاکی نمیموندن، همه میومدن به اینجا. این عالم به این خوبی در این ذکرها بود. این روح با خودش این تصورات رو میکرد. از طرف دیگه در حالی که روح داشت این سیر و سیاحت میکرد، عمر هم رو خواب شدیدی فرا گرفت. تعجب کرد که من هیچ وقت در این موقع به خواب نمیرفتم. نتونست خودداری کنه، مجبور شد بخواب. در خواب ندایی شنید که ای عمر، هر چه زودتر برخیز، برو در گورستان مدینه، بنده خاص و ویژه ما اونجا منتظر توه. بنده ای که خیلی محترمه از نظر ما، خیلی مهمه. خداوند میگه بنده ویژه به خاص من، یعنی بنده برگزیده من اونجاست. احتیاجشو برطرف کن. از بیت المال 700 دینار بردار، فوری ببر بهش بده. عمر از خواب پرید که این چه خوابی بود، این رویایی که من میدیدم این بیهوده نیست، حتما حکمتی درشه. این دستور خداوند، من باید اجرا کنم. رفت 700 دینار رو برداشت. 700 دینار 700 سکه طلا. رفت به طرف گورستان مدینه. هر چه گشت کسی رو ندید. میگه میشه که خداوند به من ندا بده و اونجا کسی نباشه، پس باز هم بگردم. و دوباره و چند بار گشت. به قول مولانا غیر اون پیرو کسی اونجا نبود. پیرو اون پیر کوچولو، اون پیر حقیر. با خودش گفت آخه چطور ممکنه که این پیر ژولیده که اینجا در یه گوری که قبلا کنده بودن خوابیده و چنگش زیر سرش گذاشته، این بنده خاص خدا باشه، این بنده محترم خدا باشه؟ و بعد گفت نه، غیر ممکن نیست. خیلی به ظاهر نباید نگاه کرد. بسیاری از کسان هستند که ظاهرشون نشون نمیده که در باطنشون چه هست. همین گونه که ما نمیتونیم حتما ایمان داشته باشیم که در ظلمت و تاریکی هیچ نوری نباشه. ممکنه که دل روشنی هم در اون ظلمت باشه. با 100 ادب زانو زد بالا سرش نشست. خب این 100 ادب هم پیامی داشت. یعنی این که خداوند گفته بود بنده محترمه ها، بنده محترم من، بنده خاص من. در این موقع به اراده خداوند عطسه ای زد، از خواب پرید. پیر دید عمر بر سرش نشسته. یک خلیفه ای که وحشتناکترین خلیفه ها بود و بیرحمترین خلیفه ها بود. در برابر کارهای خلاف اخلاق که میدید یا خلاف شرع که میدید، اون بیرحمترین بود. به قیافش هیچ کس نمیتونست نگاه کنه. چشماش بسیار نافذ بود. اینقدر مردم ازش میترسیدن که اسمشو گذاشته بودن خلیفه محتسب.
محتسب اون داروغه است که میگرده اینور اونور، کی خلاف میکنه تنبیهش بکنه. گفت خدایا من از تو مزد چنگ نوازی رو خواستم، تو این محتسب رو بالا سر من نشوندی. شروع کرد لرزیدن از ترس، رنگ از روش پرید. تقصیر از من در قبرستان باید قرآن میخوندم، اومدم چنگ زدم. خب معلومه که عمر منو تنبیه میکنه، پاشد فرار کنه. عمر گفت کجا فرار میکنی؟ بشین، از من نترس، من با تو کاری ندارم. خدا منو فرستاده، مژده های خیلی خوبی بهت داده. من اون پیام و مژده های خداوند رو آوردم برای تو. خداوند به تو سلام رسوند. این 700 دینار بسیار بی ارزش قراضه رو، قراضه چیزایی است که دور میریزن است، این بی ارزش رو برات آوردم از طرف اون. خداوند گفت اینو خرج کن، هر وقتی که تمام شد با من ارتباط بگیر. پیر وقتی که این رو شنید بسیار به هیجان اومد. من تمام عمرم رو صرف مطربی کردم، همه توجهم به مردم بود، هرچه بیشتر مردم رو راضی کنم پول بیشتر به دست بیارم. اصلاً به یاد خدا نبود. چگونه شد که خدا به یاد من افتاد؟ و هیجان افتاد، شروع کرد به زاری کردن. گفت چقدر بد کردم، تمام 70 سال رو من از خدا بیخبر گذروندم. فقط توجهم به مردم بود و پولی که مردم به من میدن. نمیدونست که اون چیزی که گفت خودش که خدایا برای تو میزنم از تو میخوام، اون چقدر مؤثر واقع شده. در این حین زاری و ناله بود که عمر دید که اصلا این داره از دست میره و اینقدر داره زاری میکنه و چنگشم رو زده شکنده. ای چنگ، تو باعث شدی که من از خدای خودم دور بشم. من توجهم به تو بود ای چنگ، همش به تو مینازیدم، به تو امیدوار بودم، تو پرده و حجابی بودی بین من و خدا. زد شکون و ناله شروع کرد و شروع کرد توبه کردن که دیگه اینقدر از تو دور نمیشم خدایا. این چیزی بود که در 5 جلسه گفت، همش پند و نصیحت بود که من اونها رو دیگه یادآوری نکردم. میخونیم. پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو. در اینجا یک مطلب عرفانی بسیار حساس و دقیقی رو مطرح میکنه که خوب باید دقت بکنید ببینید که مولانا چی میخواد بگه. میگه وقتی که تو با خداوند داری زاری میکنی، باش حرف میزنی و راز و نیاز میکنی، این هم دلیل اینه که تو وجود داری. یعنی تو هستی خودتو هنوز بهش توجه داری، تو مستغرق نشدی، غرق دریای وحدت خدا نیستی. اگر که غرق دریای وحدت خدا شده بودی خودتو حس نمی کردی که بگی خدایا منو ببخش، من از تو دور بودم. تو هنوز داری هستی خودتو بهش توجه داری. نشان هستی است، هنوز من تو از تو بیرون نرفته. اون منی که چندین جلسه ازش صحبت کرد، من اشتباه کردم، من گناه کردم، من را ببخش. تو همش داری من میگی، پس تو همش به یاد خودتی و کارهای خودت و نه به راه خدا. تو هنوز در برابر حق فانی نگشتی. اگر فانی گشته بودی دیگه من نمیگفتی، دیگه به خودت توجه نداشتی. راه فانی گشته راهی دیگر است، زان که هوشیاری گناهی دیگر است. فانی گشته یعنی کسی که محو شده در برابر خدا. این فانی نه که مرده، محوه، اصلا خودش حس نمی‌کنه. فنا به معنی اون فنای عرفانی. هوشیاری که در اونجا اومده در مصرع دوم، این هوشیاری نیست. یه وقتی با این اشتباه نکنید که آدم خیلی هوشیاره، اون آدم نخی کم هوشه. این هوشیاری در برابر اینکه کسی که میگید بیهوشه، به علتی که میخواستیم که عمل جراحی روش انجام بدیم، سیستم عصبیشو از کار انداختیم، از هوش رفت، بعد از مدتی به هوش میاد، اون هوشیار میشه. نه اینکه هوشش کم و زیاد میشه، این هوشیاری. خب اون کسی که روی تخت عمل افتاده، نفسم داره میکشه،
دستگاه بدنش هم داره کار میکنه، ولی خودشه که درک نمیکنه که. میگه یه همچون چیزی فانی باید شده باشی. اگر که تو به هوش بیای دیگه خودت هستی. اون وقت این هم گناه بزرگیه. اون هوشیاری یعنی خود را حس کردن یه گناه بسیار بزرگیه. در اینجا عرفا دو دسته هستن. بعضی هستن مثل بایزید بسطامی، میگه من میخواهم که در حال هوشیاری با خدای خودم راز و نیاز کنم که ببینم چی دارم میگم. پیروانی هم داره، یه مکتبه. این مکتب بایزید بسطامی در قرن سوم. همون قرن باز یکی از بزرگترین عرفا جنید بغدادی. جنید بغدادی میگه که نه، من میخوام که در حال ناهوشیاری با خدای خودم صحبت کنم. مولانا طرفدار اونه، طرفدار این جنید. یعنی این که در حال هوشیاری وقتی که میخوای صحبت کنی متوجه خودت هستی. ممکنه متوجه خودت باشی، متوجه خودت هم هستی. باید اون ارتباطم به کلی قطع بشه. هست هوشیاری زیاد مامضا، ماضی و مستقبلت پرده خدا. مامضا یعنی اون چه گذشته است. ما یعنی اون چه، مضا یعنی گذشته. در مصرع دوم ماضی یعنی زمان گذشته. اینا رو شاید در دستور زمان تا اندازه یادتون هست. مستقبل برعکسش یعنی زمان آینده. پرده خدا یعنی حجاب بین تو و خدا. میگه یاد کردن از گناهان گذشته، وقتی که تو داری توبه میکنی از گناه گذشته داری یاد میاری، تو به فکر گذشته هستی. پس این دلیل بر هوشیاری و بقای من توست. توجه گذشته و آینده نباید داشته باشی. اگر توجه به اون چه ماضیه و گذشته بکنی، توجه به اون چه مستقبله و آینده بکنی، اون وقت دیگه زمان حال رو که لحظه‌ای بیش نیست از دست میدی. همون زمانی است که باید که ارتباط ناب با خدا داشته باشی. اصلا گذشته رو باید فراموش کرد. اصلا نگران آینده نباید بود. فقط در این لحظه باید زندگی کرد و این لحظه رو گفتم براتون، عرفا میگن وقت به معنی زمان نیست. میگه حالا چه وقته؟ دیر وقت، زود؟ نه، وقت اصطلاحه. یعنی یک لحظه که خداوند در دل اون دلاگاه تجلی پیدا میکنه، دلش رو روشن میکنه، زمانش هم خیلی زود گذره، لحظه بیش نیست. همیشه به دنبال اون لحظات باید باشی. گذشته خب گناه کردی، گذشت. آینده هم دست تو نیست. این دلیل این نیستش که تأمین آینده نکنی، نگران آینده نباش. اگر همش نگران آینده باشی در حال نمیتونی زندگی کنی. همش متاسف از گذشته باشی بازم در حال نمیتونی بهره کامل از این حال ببری. اینا پرده بین تو و خدای تو میشه. آتش اندر زن به هر دو، تا به کی پرگره باشی از این هر دو چون نی. آتش زن یعنی از بین ببر، بسوزون. گذشته گذشت، بسوزونش. آیندم نیومده، اونم رو به آتش بکش، بسوزون. پرگره مثل نی. شما نی رو وقتی که در نظر بگیرید، وقتی که جدا میکنید از اون بوتزار، بیرونش که نگاه میکنید نی گرهه. وقتی که داخلش رو نگاه میکنید ببینید جایی که در بیرون گرهه در داخل یک صفحه افقیه. اصلا سر نی تا ته نی به هم وصل نیست. اگه 10 تا گره داشته باشه 10 تا پرده از هم دیگه جداش میکنه. آیا نیزن میتونه تو اون نی بزنه؟ نه. باید چیکار کنه؟ نیا رو خالی کنه. اون جایی که گره بیرونه در درونش این پرده ها هستش باید خالی کنه. اون وقتی که خالی شد با لب و دندان نیزن تماس پیدا میکنه، نیزن درش میدمه، با دم نیزن ارتباط پیدا میکنه. وگرنه تو اون موقع ارتباط با نیزن نداره. نی که خودش نوایی نداره، نوای نی از نیزنه. نیزن هم وقتی میتونه این نوا رو بده که اون پرده ها در درون نی نباشه. تا به کی پرگره باشی از این هر دو چون نی. از این هر دو یعنی از این مستقبل و ماضی و آینده.
این ماضی و آینده در زندگی تو مثل پرده ها هست در نی وجود تو. پس این حقیقت، دم حقیقت نمیتونه در تو دمیده بشه. باید اونها رو از بین برداری، محو کردی. این قید و بندهای زندگیه، قید و بندهایی که در گذشته داشتی، میترسی که در آینده چجور باشه داشته باشی، چجورش بکنی. همش داری اون پرده ها رو زیاد میکنی و راه نی رو داری، نی وجودتو بیشتر داری میبندی. تا گره با نی بود همراز نیست، همنشین آن لب و آواز نیست. همراز نیست یعنی همراز کی نیست؟ همراز نیزن نیست. تا این گره ها توش خالی نشده همراز نیزن نیست. اون نیزن وقتی که داره میزنه یه چیزی رو در نظر خودش داره مجسم میکنه، یک رازی رو، یه نیازی رو، یه گفته ای رو به اونو میاره در نی میدمه. اونا نی هم میشه همراز اون، به شرطی که درونش خالی باشه. تا اون گره ها خستش نه همراز نیزنه، نه به لب و دهان اون نیزن ارتباط برقرار میتونه بکنه. این جدارهای افقی که وجود داره تا زمانی که نتراشیده دور ننداختن همراز نیزن نمیتونه بشه. نفس نیزن از تو نمیگذره. این نیزن خداست که میگه در وجود تجلی پیدا کنه. خب باید راه تجلی رو تو باقی بگذاریم. تمام شهوات حیوانی، نفسانیات شیطانی، همه اینها که در نی وجود ماست، اون پرده ها و جدارهای افقیه که در درون نی وجود ماست. تا اینا رو از بین نبریم نمیتونیم که به اون رازی که میخوایم اصلا برسیم ارتباط بگیریم. معرفت حق مثل نفس نیزنه. هنگامی از نی وجود ما عبور میکنه معرفت حق که گره های خودبینی، خودپسندی، تکبر، علایق بیهوده، نابجا، اینها از بین رفته باشه. چون به طوفی خود به طوفی مرتدی، چون به خانه آمدی هم با خودی. طوف یعنی طواف کردن و دور زدن. اصلا کلمه طوف یعنی گرد چیزی گشتن. مسلمانان وقتی که به حج میرند، به خانه خدا میرسن، چندین دور گرد خانه خدا میگردن، میگن طواف میکنن، در حال طوفن. چون به طوفی، وقتی که در حال اون طوف هستی در خانه خدا، همش در حال این هستی که داری میفهمی که داری دور میزنی. مرتدی یعنی از ارتداد، یعنی رد شدی، اصلا از دیدگاه خدا رد شدی. یه معنی دیگهش، کسانی که به حج میرن مسلمان ها، هیچ لباس معمولیشون نباید تنشون باشه، همه باید یک نواخت باشه. دو تیکه پارچه ندوخته سفید، یکی به کمر میبندن مثل لنگ، یکی هم به دوش میندازن. چرا؟ برای اینکه همه یکسان باشند. دیگه اون نباشه که یکی زربفت پوشیده باشه، یکی گونی پوشیده باشه، همه یکسان باشه، یک نواختی. این فلسفه احرام پوشیدنه. اون پارچه رو میگن احرام. یک معنای دیگر لباس هم کلمه طوفه. طوف علاوه بر دور زدن معنی لباس هم میده. این دوتا رو مولانا یک جا آورد. میگه وقتی که تو در خانه کعبه داری طوف میزنی، مثل اینه که اصلا تو لباسی، یعنی این که اون احرام و پارچه سفید رو نپوشیدی. بنابراین این حج تو رد شده هستش، اصلا مرتد. همش به فکر این هستی که بله منم دارم دور میزنم، چقدر خوبه، یه دور زدم، دو دور زدم، اونم پهلوه داره دور میزنه. من خیلی کسا هستن که میرن حج بر میگردن، آیا فکران به خدا موقع دور زدن به یاد تو بود. میگم متشکرم. کی به یاد خدا بود؟ او میگه به یاد همه بود، به یاد کسانم، دوستانم، همشاگردی های گذشتم. خوب کاری کردیم، از این لحاظ متشکرم. ولی تو برای این کار نرفته بودی. تو دلم میگم اون مرتده، اون رد شده هستش. چون به خانه آمدی هم با خودی. اونجا که در خانه خدا بودی با خودت بودی، به خونه خودت هم که برگشتی بازم با خودت. اینها بدون لقب و تایتل حاجی میرن، با لقب و تایتل حاجی بر میگردن، ولی یک ذره از این حج چیزی نفهمیدن. چیزی که اینها دلشون خوشه اینه که من صداشون کنم حاجی آقا، حاجی خانم. فقط اون کافیه.
و در قبال این چه سوء استفاده ها میکنه. من همه رو یک جا نمیگم، بسیار کسانی هم هستن که صدق دارن، درستن، ولی بیشتر اون چیزی که میبینیم اونم. مولانا میگه اگر تو به گلستان رفتی، به باغ گل رفتی، چرا یه شاخه گل نیاوردی؟ اگر که به دریا رفتی، در عمق دریا رفتی، چرا یه دونه مروارید نیاوردی؟ اگر تو به حج رفتی واقعا و برگشتی، چرا یک گل معرفت نیاوردی از اون گلستان معرفت؟ اگر تو به دریای وحدت الهی در اون حج فرو رفتی، چرا یک مروارید معرفت نیاوردی با خودت؟ نشانی ازش باید داشته باشی. تو همون هستی که رفتی و همون برگشتی. سعدی میگه خر عیسی چون به مکه رود، عیسی میشه یه خری سوار بود. این معروفه که عیسی به خرش، خر عیسی چون مکه رود، وقت برگشت باز هم خر باشد. هیچ تغییری نکرد. من نمیخوام به هیچ کس جسارتی بکنم، به هیچ وجه. اینو از زبان سعدی دارم میگم یا از زبان مولانا، برای اینکه به مفهوم پیامشون رو پی ببری. میگه اگر این خر رو ببریش در مکه دور بزنه برگرده، که بازم که خر تو نباش اونجور. تو فرقت با اون چیه؟ تو نباید مثل اون باشی. تو خودت اینقدر تنزل نده. نه اینکه منظوره بگه که تو خر هستی، نه، میگه خودت تنزل نده اینقدر. ای خبرهات از خبرده بی خبر، توبه تو از گناه تو بتر. خبرده کسی هستش که خبر میده، آگاهی میبخشه. اینجا خداوند آگاهی بخشنده، خبر دهنده. بتر یعنی بدتر. ادعا میکنی وقتی که به هر کسی میرسی که من خداشناسم، خدا رو از خدا خبرها دارم، خدا اینو میگه اونو میگه، خدا اون گفته، من از خدا خبر میدم، خبرهاشو میدونم چیه. از خبرده، از خدای خبرده خیلی خبر دارم، به عمل میکنم. مولانا میگه ای کسی که این خبرهایی که تو میگی از خبرده بیخبر، تو واقعا از خدا بیخبری، ولی داری میگی که از خدا خبر دارم. وقتی که تو داری توبه میکنی، این توبه تو بدتر از گناهه. چرا توبه تو بدتر از گناهه؟ برای اینکه در حین توبه کردن تو تمام توجهت به خودته، نه اینکه خواسته باشه بگه توبه چیز بدیه. برو به پیشگاه خداوند به توبه، به قصد و نیت توبه، ولی وقتی که رفتی فراموش کن، خودتو فراموش کن، غرق و مستغرق اون بشو. نه اینکه ساعتها ای خدایا منو ببر، خدا منو، ای من بکنی اونجا. این وقت تو کاملا بیخبری از خدا. این توبه که داری میکنی از گناه قبلی که کردی گناهش بیشتره. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه؟ بگو. توبه جو یعنی در جستجوی توبه. ای کسی که تو، ای آدمی که تو از گناهان گذشته خودت دنبال جایی میگردی که توبه بکنی. آخه سابقه بر این کسانی بودن که توبه میدادن، یعنی باید میرفتی پهلوی اونها، یه پولی ازت میگرفتن، دست رو تو دست خودشون میگرفتن، میگفتن حالا توبه کن. توبه میکنیم، اینا میگن توبه ده، باید توبهش میدادن. ببینید تو کجاها کار رسید. اصلا هدف توبه یعنی درک گناه و تعهد این که دیگه گناه نکنم برای یک لحظه و تمام شد. به کجا رسید که توبه ده و کسب و کار و حرفه در این راه پیدا شد. حالا توبه جو هستی، به دنبال کسی هستی که تو رو توبه بده. از این گونه توبه ها کی توبه خواهی کرد؟ کی توبه میکنی که دیگه این توبه ها رو نکنی؟ کی سرانجام روی از خودت بر میتابی، روی به سوی خدا میاری. گاه بانگ زیر را قبله کنی، گاه گریه زار را قبله کنی. این قبله و قبله جناس آورده، مثل هم نوشته میشه ولی معناش کاملا با هم فرق داره. قبله یعنی روی آوردن به سوی، از کلمه مقابله، رو به قبله بیست، مقابل اون خانه بیست. قبله از کلمه مقابله برمیگرده به اون داستان پیر چنگی که هی به خودش میگفت خدایا 70 سال من عمرم صرف زیر و بم کردم، چه آهنگ زیر بزنم چه آهنگ بم بزنم که مردم خوششون بیاد.
عمرم تا حالا صرف این کار کردم، صرف زیر و بما کردم که مردم خوششون بیاد. حالا هم عمرم دارم صرف گریه و زاری میکنم که دارم توبه میکنم. قبله یعنی بوسیدن، یعنی اینقدر از این گریه و زاری نزد خدا خوشت میاد مثل که داری میبوسیش. این گریه و زاری هیچ اثری برای تو نخواهد داشت جز اینکه گناه دیگری هم حساب میشه، برای اینکه به حال خودتی. تو گریه و زاری خودتو داری ماچ میکنی، میبوسی، لذت میبری. میبوسی یعنی داری لذت میبری. خیلی پیام درشه. ای کسی که تو به معبدت میری عبادت میکنی خوشت میاد، به مسجد میری، کنیسه میری، کلیسا میری، چرچ میری، آتشکده میری، حج، خیلی خوب کاری میکنی، عبادت هم کار خوبیه که میکنی. ولی اگر از این کاری که داری میکنی خوشت بیاد و لذت ببری، نه تنها عبادت نیست، کفرم هست. برای اینکه تو داری این کار رو برای خوش آمدن خودت میکنی. تو داری خودت عبادت میکنی، برای لذت خودته. عبادت کردن که لذت نباید داشته باشه، اصلا باید توجه به سوی خدا باشه. لذت وقتی داره که توجه به سوی خودت باشه. حتی این دعا، نماز در هر دین، مذهب، آیینی اگر عادت بشه، به صورت عادت بیرون بیاد، اصلا گناه میشه، کفر میشه. یعنی این عادتی که تو رو وادار به این کار کرده، صداقت نیست، اون خواسته درونیت نیست، الان عادتته، نباید به صورت اون عادتم باشه. ببینید از همه اینها باید پاک و منزه باشه. اون وقت میشه صدق و ناب. چون که فاروق آینه اسرار شد، جان پیر از اندرون بیدار شد. مولانا فقط یک بیت گفت و خارج شد از داستان. همه اینا از داستان خارج بود. اینا عمر بود که داشت این حرفا رو میزد و در واقع مولانا بود که این حرفا رو میزد. مولانا بود که حرفاشو به زبان عمر میگذاشت. و شما اینو تا الان میدونید که این شخصیت هایی که میآفرینه، مولانا حرف خودشو به زبان و دهان شخصیت ها میگذاره. در واقع عمر نبود. ظاهرا وقتی که میخونیم عمر بود. حالا مولانا متوجه میشه که داستان مونده، باید دنبال خودشو بگیره. فاروق اسم عمره، لقب عمره. در لغت به معنی کسی که بین حق و باطل به درستی فرق میگذاره. از کلمه فرق گذارنده. خیلی کسا هستن که حق و باطل رو نمیتونن از هم جدا کنن، فرق میذارن. میگه اون چیزی که من فکر میکنم حقه، اونی که اون میگه باطله. این اسم پیامبر اسلام به عمر داد که عمر کسی است که به خوبی و درستی بین حق و باطل فرق میگذاره. آینه اسرار شد، یعنی مثل این که در آینه آدم خودش میبینه، اسرار رو در آینه نمایان کرد برای این پیر چنگی. اسرار پیر چنگی رو در آینه وجود خودش عمر نمایان کرد. جان رو مولانا به عنوان روح به کار میبره. جان پیر، روح پیر چنگی از اندرون، یعنی در درون و وجودش بیدار شد. روحش تا حالا به خواب بود، حالا تازه روحش بیدار شد. مثل که یکی تو آینه نگاه کنه که تا حالا نگاه نکرده باشه، خودش رو ندیده باشه، برای اولین مرتبه ببینه که حالا فهمیدم که من چجورم، حالا من خودم رو شناختم. عمر آینه ای شد که اسرار رو درش منعکس کنه، اسرار پیر رو. و پیر اونو دید و اون وقت خودش شناخت و روحش بیدار شد، از خواب بیدار شد. همچو جان بی گریه و بی خنده شد، جانش رفت و جان دیگر زنده شد. جانش میخونیم جانش که آهنگ شعر درست بیاد. در مصرع اول جان که روح نه گریه داره و نه خنده. چرا؟ برای اینکه گریه و خنده مال این بدن مادیه، مال این جسم خاکی ماست که ما از یه چیزی که لذت میبریم خنده میکنیم، از چیزی که بعدمون میاد گریه میکنیم، از چیزی که تعجب میکنیم خنده میکنیم، از مخالفش گریه میکنیم. این گریه و خنده مال جسمه که مادی، روح که غیر مادیه، واسه خنده و گریه نداره روح. اینی که میگه همچو جان، همچو روح بی گریه و بی خنده شد. تا حالا داشت گریه میکرد، جانش رفت و جان دیگر زنده شد. اون جانش که رفت کدوم جانی بود؟ جان حیوانیش رفت و جان الهیش زنده شد. جان حیوانی ممکنه باشه، جان الهی. ما هممون هر دو جان رو ممکنه داشته باشیم. جان حیوانی رو هممون داریم به خاطر اینکه همه از یک لحاظ نوعی حیوانیم.
پس جان حیوانی رو داریم، مهم اینه که در کنارش جان الهی هم رو داشته باشه، جان معنوی هم داشته باشه. دیگه گریه رو گذاشت کنار، اون جان حیوانیش رفت، اون جان الهی اومد جاشو گرفت. خب ببینید که اون وقت چه حالی پیدا کرد اون پیر و اون عالم. حیرتی آمد درونش آن زمان که برون شد از زمین و آسمان. حیرت یکی از مراحل سیر به سوی خداست. میگن یکی از مراحل سلوک. سلوک یعنی سیر به سوی خداوند. دو موقع هستش که رونده به سوی خداوند به حالت حیرت میفته. یکی وقتی که کم کم قدم به قدم که پیش میره در این طریقت، رازها براش کشف میشه، از این رازها که کشف شده به حیرت میفته. یکی این که وقتی که نزدیک شد به وجود خداوند، از عظمت و بی انتهایی خداوند به شگفتی میفته. در این دو موقع به شگفتی و حیرت میفته. حیرتی آمد، چنون حیرتی به سراغش آمد، به سراغ پیر درونش آن زمان که برون شد از زمین و آسمان. یعنی چی این پیر از زمین و آسمان برون شد؟ از هرچه غیر از خداست جدا شد. زمین مال خداست، آسمان هم مال خداست. حالا این برون شده از این زمین خدا و آسمان خدا، یعنی از هرچه که غیر از خداست جدا شد. هرچی که در این زمین و متعلقات این زمینه، هرچی که در اون عوالم افلاک و متعلق به اونها، همه اینها متعلق به خداست. از همه اینها اگر بیرون شدی، هیچ کدوم دیگه به نظرت نیومد، اون وقت به حالت حیرت بیرون، اون وقت خدا رو میتونی درک کنی و به حیرت میفتی. حالا خواست بره به دنبال اون چیزی رو که درک کرده جستجو کنه. ساکت شده پیر. این اتفاقات دیگه در درون خودش داره میفته. گریه رو گذاشته کنار، حالت عجیبی بهش دست داده. جستجویی از ورای جستجو. من نمیدانم، تو میدانی بگو. جستجویی معنی طلبه. طلب اولین قدم در عرفانه. از 7 شهر عشق اولش طلبه. حیرت ششمی است، یکی به آخر مونده. این جستجو به معنی طلبه. حالت طلب تازه درش پیدا شد. طلب اون حق، طلب اون حقیقت. چه حالی داشت؟ مولانا میپرسه، میگه من نمیتونم بگم چه حالی داشت. تو اگر میتونی بگی چه حالی داشت بگو به من. منظورش چیه مولانا؟ منظورش اینه که حالی داشت که به زبان نمیاد، به قلم من مثنوی نویس نمیاد که بنویسم برات، به زبانم نمیاد که بگم. ورای این حرف هاست، ماسوای این چیز هاست، ورای اون جستجوهاییست که دیگران میکنن. قال و حالی از ورای حال و قال، غرقه گشته در جمال ذوالجلال. قال یعنی گفتن، سخن. حال اون حالی که به عارف دست میده، اون حال مثلا حیرتی که دست میده، اون حال خوشی که در عالم معنویت خدا که در درونش تجلی پیدا میکنه دست میده، اون حاله. یعنی عرفا حال میکنند، حال دارند، غیر از اون حالیه که ما داریم. حال اونها حال دیگر است، سخن اونها، قال اونها هم قال دیگر است. جمال یعنی زیبایی، ذوالجلال یعنی خداوند صاحب شوکت. کلمه زال و واف که میاد، زو به معنی دارنده است. ذوالجلال دارنده جلال، دارنده شوکت. اون پیر چنان در دریای وحدت خداوند غرق شده بود که دیگه اصلا خلاصی هم از اون دریا براش میسر نبود. به مرتبه ای رسیده بود که حالشو هیچ کس درک نمی‌کرد جز این دریا، حالشو هیچ کس درک نمی‌کرد جز خود خدا. اینه که مولانا میگه من نمیتونم بگم چه حالی، تو اگر میتونی بگو. نمیشه گفت. اون قطره‌ای که با دریا وصل شده، دریا میدونه حال این چجوریه، خدا میدونه که حال این چجوریه. خدا عرفان به دریا تشبیه میشه. سخن از پیوستن پیر به حق است، چنان که هرچه بود حق بود و هیچ چیز دیگر نبود. دریا بود و هیچ چیز دیگر نبود. فقط دریا در قطره رو میشناسه چیه. فقط خدا اون کسی رو که به این حال رسیده میدونه که چه حالی داره. عقل جزو از کل گویا نیستی، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. عقل جزو عقل آدمی است.
عقل جزوی بهش میگم. عقل آدمی است، عقل فطریه، عقلیه که کار میکنه که چگونه بیشتر پول به دست بیاره، کجا خونه بخره که چند روز دیگه گرونتر بره. خوب عقل در اینجا کار، حسابش خیلی درسته. این عقل حسابگره. اما یه عقل دیگه هم هست، عقل حقیقت جویه، که اون میخواد به دنبال حق بره، به دنبال حقیقت ها بره. با این عقل فرق داره. جز با مولانا متضاد کل آورده. کل یعنی خداوند، برای اینکه هر چی که هست در این عالم اوست و جز او نیست. هر چی که در این جهان هستی وجود داره خداست و جز خدا هیچی وجود نداره. این کله، خود خداست، خود حق. گویا نیستی یعنی اینکه اسرار رو نمیشه بیانش کرد. اسرار گویا نمیشه، به گفتن نمیاد. تقاضا اینجا یعنی چی؟ تقاضا یعنی کشش، جذبه. تقاضا بر تقاضا یعنی جذبه پشت جذبه. باز یک نکته بسیار جالبی رو مولانا مطرح میکنه. شخصی رو در نظر بگیرید، خودتون رو در نظر بگیرید که همه این چیزها، علاقه و پیوندهای مادی رو قطع کردید، گذاشتید کنار. حالا یک پیوند بیشتر نیست و اون پیوند با دریای وحدت، دریای خدا. حالا میخواید که جذب اون دریا بشید، میخواید که جزوید برسید به اون کل. نمیشه مگر این که اون خداوند هم جذبه و کشش داشته باشه به سوی شما. گر تقاضا بر تقاضا نیستی یعنی این که کشش پشت کشش، جذبه پشت جذبه باید باشه. حافظ میگه که خدایا به رحمت سر زلف تو واقفم. واقفم یعنی اطمینان دارم. به رحمت سر زلف تو واقفم، ورنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدم. من مطمئنم که تو رحمت بر من داری، به رحمت سر زلف تو واثقم، مطمئنم به طور موثق، ولی کوشش من کافی نیست. اگر کشش نباشه، کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدم. این کوشش مال شماست، کشش مال اونه. حالا اون کشش مولانا میگه تقاضا پشت تقاضا. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا به دنجا میرسد. خب تقاضا که گفتیم که جذبه و کششه، دریا هم که دریای خداونده. اینجا عالم مادیه، اینجا دنیای ماست، دنیای خاکی. میگه چون از دریای وحدت خداوند جذبه پشت جذبه برای کسی که خودشو پاک و ناب کرده میرسه، موج اون دریای وحدت الهی میاد میرسه بهش، به این دنیایی که اون هست و اونو با خودش میبره. در نظر بگیرید که یکی کنار دریا ایستاده، دریا خداست، این موجهایی که داره میاد کشش هاست. چجور موج پشت موج میاد؟ حالا در نظر بگیرید که این موجا آمد خورد به کسی که کنار دریا ایستاده، اونو برمی‌داره با خودش میبره طرف دریا. موج اون دریا به دینجا میرسد، به اونو با خودش میبره. اگر که شایستگیشو داشته باشه. به گفته مولانا تقاضا بر تقاضا است، جذبه پشت جذبه، کشش پشت کشش. اما کوششو باید بکنی تا اون کششو داشته باشه. خب چون که قصه حال پیر اینجا رسید، پیر و حالش روی در پرده کشید. روی در پرده کشید یعنی پرده فنا، نه مردن، نه فنا، محو، استغراق، اصطلاحیه. روی در پرده خاک کشیدن یعنی مردن، روی در پرده فنا کشیدن یعنی محو شدن. محو شده. شمعی بود که روشن بود، خورشید طلوع کرد، شمع هنوز روشنه، ولی تو روشنی تابان خورشید دیگه شعله شمع دیده نمیشه. این فناست، محو شد. مولانا میگه که خب این قصه رو من میگفتم تا اینجا که رسیدم دیگه اینجور شد. به اینجا که رسید دیگه حالا این پیر هیچ حرفی نمیزنه، تو خودشه. حرف منم تموم شد، منم دیگه برای شما چیزی ندارم بگم. این داستان دیگه به آخر رسید. چون که قصه حال پیر اینجا رسید، پیر و حالش روی در پرده کشید. پیر دامن را ز گفت و گو فشاند، نیم گفته در دهان ما بماند. خب فشاندن از دامن یعنی چی؟ از دامن چیزی رو فشاندن یه اصطلاحه، یعنی ریختن دور.
یه چیزی رو دامنتونه، میخواید بریزید دور، هر چه گرد و خاک باشه، چه مروارید باشه، هر چی باشه، ریخته رو دامنتون رو تکون میدید، فشاندن این تکون دادن، بریزید دور. پیر دامن را ز گفتگو فشاند. یعنی چی کار کرد؟ ساکت شد، خاموش شد، دیگه هیچ گفتگویی نکرد. من مولانا این قصم نیمه تمام در دهانم بود. دیگه از اون به بعد خود پیر میدونه و خدای پیر. به کجا رسید؟ از پی این عیش و عشرت ساختن، 100,000 جان بشاید باختن. چه عیشی؟ عیش معنوی، عشرت معنویت. بشاید یعنی شایسته است. پیر در عیش و لذتی فرو رفت. برای رسیدن به این عیش، برای رسیدن به این لذت، اگر 100,000 جان افشانی هم بکنیم چیزی را از دست ندادیم. برای اینکه به چیز بزرگتری رسیدیم، به کل رسیدیم، جزوی هستیم که به کل رسیدیم. در شکار بیشه جان باز باش، همچو خورشید جهان جان باز باش. جناس رو ببینید چجور به کار برده در دو مصرع. جان باز باش جدا از خم، و در مصرع دوم جان باز باش. اینو با هم دیگه معانیش فرق داره. بیشه جایی است که اون درخشه های کوچولو هست و حیواناتی مثل شیر و اینها زندگی میکنه و یا حیوانات دیگه. بیشه جان کجاست؟ جان که روحه. بیشه جان بیشه معنویت، عالم وحدته. شکار بیشه جان یعنی به مراد رسیدن به این عالم وحدت، رسیدن به این دریای وحدت. میگه تو بایستی که یک بازی باشی، وجود تو اون باز قوی پنجه بلند پروازی باشی که بر بیفراز بیشه معنویت فرو بیای و این معنویت ها رو شکار کنی. مثلی که باز فرو میاد و چیزها رو شکار میکنه میبره با خودش، خرگوش رو میگیره با خودش میبره. تو باید که در این بیشه زار معنویت مثل باز قوی چنگال فرود بیای و شکار بکنی معنویت رو و ببری با خودت تا برسی بهش. و در این راه جان باید ببازی، مثل خورشید آسمان، خورشید جهان. خورشید آسمان چه جان بازی میکنه؟ خورشید آسمان دائما داره جان بازی میکنه، نور افشانی میکنه. این نور وجودشه، تمام خورشید نوره، آتشه، داره این نورشو میافشانه و تمام هم نمیشه. این جان افشانی میکنه، نور افشانی میکنه بر شما، جان درونشو داره میافشانه. مثل اون باید باشی. جان فشان افتاد خورشید بلند، هر دمی تی میشود پر میکنن. تی یعنی تهی، خالی، کوچک شده تهیه، خالیه. خورشید بلند مرتبه‌ای که در بلند آسمان جای داره، کارش همیشه جان نثار کردنه. هر لحظه نورهای خودشو میتابونه، از نور خالی میشه، دوباره از نور مثل که پرش میکنه. این نورش تمام نمیشه، هی داره نور میده، دوباره مثل این که داره از دور پر میشه، کم نمیاد. چه میخواد بگه مولانا؟ اگر مثل خورشید جهان تاب باشی، در خورشید معنویت، تو خیال میکنی که داری از خودت میکاهی و کم میکنی، کم نمیشی، پر باقی میمونی و پرترم میشی. باید جان فشانی کنی، از اون نترس. جان فشان ای آفتاب معنوی، مر جهان کهنه را بنوا نوی. جان فشان فعل امره، جان تو بیفشان، دستور میده. آفتاب به معنی خورشیده. آفتاب معنوی یعنی خورشید معنویت. خورشید معنویت اون روح و جانی که پیوسته به خداوند هست، اون رو مولانا بهش میگه خورشید معنویه، آفتاب معنویت. هر کسی ممکنه به جایی برسه که روحش، جانش خورشید معرفت بشه. خب اگر که خورشید معرفت شد، باید نورم بتابونه. چه نوری؟ نور معرفت، نور عرفان، نور انسانیت. خورشید چی کار میکنه؟ خورشید اگر نورش نتابه اصلا زندگی نیست روی این کره زمین. شما وقتی که خورشید معنویت میشی، باید زندگی بخش باشی، هم از لحاظ مادی به دیگران، هم از لحاظ معنوی، دانش، باید زندگی بهشون بدی.
بسازی اونها رو، پرورششون بدی، برویانی، همون گونه که خورشید میکنه، روشنشون کنی همون گونه که خورشید میکنه. حالا همه این کارا کردی، به خداوند وصل شدی، خورشید معرفت شدی و جان پیوسته بر حق شدی و باید حالا بر همه هم بتابی. از تافتن کم نمیشه. این دنیا رو تو وظیفه داری که نو کنی. بنما نوی، یعنی همه چیز دنیا دائما عوض داره میشه، تو باید در این راه مؤثر باشی. چجور میتونی دنیای خودتو نو بکنی؟ بدون گونه میتونی که نادایان را دانا کنی، بیدانشان را دانشور کنی، ذهن تاریک جاهلان را روشنی ببخشی، دل خسته دلخستگان را دلجویی کنی، مصیبت زدگان را تسلی ببخشی. اینا آفتاب معنویته، نور معنویته که داری میبخشی. خودت میدونی چی اینها هستی. همه کارو که میکنی داری آدما رو عوض میکنی. آدمای نادان که دانا شدن، دنیا عوض شده. وقتی که طرز اندیشه آدمیان رو توانستی عوض کنی، راه فکری آدمیان رو توانستی عوض کنی، راهشون در زندگی عوض میشه، تو وضع دنیا رو عوض کردی. وقتی که اینها شد، آخرین پیامی که میگم اینه، همه این کارها رو کردی، قطره بودی به دریا وصل شدی، به خورشید کل وصل شدی. برای خودت نباشه، اینا همش برای خودت نیست، باید بتابونی به دیگران رو. اون چه که به دست میاری همش مال تو نیست، چه مادی چه معنوی. خیلی متشکرم.